خوش اومدید. سلام و ادب دارم خدمتتون. من سامت هستم، مدیر مجموعه شکوه طبیعت. ما وارد مجموعه شدیم که به عنوان بزرگترین مجموعه گردشگری خصوصی شمال کشور و مبنای ورزش است. اینجا تمرکزمون بر بحث گردشگری و ورزش است. ورزش‌های متعددی رو داریم، از جمله که میشه گفت اهم این ورزش‌ها ورزش سوارکاریه. تمرکز امروزمون هم بیشتر رو موضوع اسب و سوارکاری است که در خدمتتون هستیم. آقای صاحبی استاد سوارکاری امروز ما رو همراهی میکنند. پلن به این صورتی که یک بازدیدی از قسمت اسب‌ها داریم، معرفی نژادهای اسب‌ها رو براتون داریم و خصوصیات اسب‌ها رو بهتون معرفی خواهیم کرد. از امکانات بخش اسب مطلع خواهیم شد. نهایتاً یک پرشی رو شاید خواهید بود در قسمت مالش سر شده و نهایتاً میایم کافه در خدمتتون هستیم. یک استراحتی و هر بعد مورد دیگه هم باشه ما در خدمت شما هستیم. ضمن خیر مطلب مجدد در خدمتتون هستیم. از میدون خیابون مرکزی بریم سمت استراحت. هر اکیپ جدیدی که میاد شناساییش میکنه. این از اون وقتایی که شما پشتش قرار نگیرید که هیجانی میشه. آره همه سمت راست می‌رن. ببخشید. یه مثال خیلی خوب شما دیدید اینجا اول بسم الله سوارکار با یک لباس منظم و یونیفرم مخصوص اومد. تنها ورزشی که در دنیا زن و مرد برابرن و با هم مسابقه میدن ورزش سوارکاری هست. تو ایران خودمون که اسلامی هم هست این مملکتمون، این رشته همچنان مرد و زن با هم رقابت میکنن و برابری دارن و معمولا خانم ها قوی ترن به خاطر حالا شاید سرعت ذهنی بالاشونه، وزن سبکترشونه یا هر مسئله که هست. عمدتاً خانم‌ها این رشته موفق‌تر عمل می‌کنن. در اصل خودشون. آره اینا همه مالک هستن. ببینید ما اینجا نژادهای مختلف اسب داریم. از ترکمن همین اسبی که رفت بیرون تا نژاد مثلا زانگرفاید والیاتی خیلی نژاد دیگه ما اسبای معروف ایرانمون اسب ترکمن هستش که الان یکی از زیباترین اسبای ترکمن ایران و دنیا رو ما اینجا داریم. اسب آخالتکه به رنگ سمند آلوبینو و چشمای آبی که ما توی اینترنت هم بزنید گرونترین اسب دنیا رو مثلا اون رو معرفی میکنه. اسب که هستش برای اسلام نژاد اینو با هم می‌گذارن. اسب شبیه هستن چه خوبی خودمون که خیلی اسب قوی و عالی هستش و کار میکنن برای پرش و مسابقه. این عمدتاً پرش هستش. نژاد پروگرس هستش که انگلیس عمدتاً روش کار کرده. خودشون آره از اون فضولیش اومد بیرون یک از اسبایی که میشه راحت نازش کرد. همین دیگه رفت. آره فضولیشو میکنه اسبای دیگر رو نگاه میکنه مورد میاد. یک از صحنه‌های زیبا بازی میکنه شیطنتاشه و اینا هر حرکت اسب یک رفتاری داره. یکی از گرونترین و بهترین اسبایی که تو ایران وارد شده سیلمی وارداتی هستش. آره تانگولا هستش، اسب خود بنده البته. اینو میشه ناز کرد؟ آره. سلام مادر. زبونه تو بکن تو. این اسب اندازه موهای سر من قهرمانی پرش ایران داشته و پدرش تو المپیک قهرمان شده، مادرش 2 دور قهرمان المپیک بوده و یکی از بهترین نژادهایی که وارد شده. و چه نژادیه فهم؟ این که اپروو KWPN داره. خب نژادی که در هلند داره تخصصی روش کار میشه و بهترین اسبای پرشی دنیا در اپروو KWPN قرار میگیرن و هولشتاین و حالا زانگرشاید نژادهای مختلف هستن. این گل پسر شیطون ما الان پیر پسر هم هست در واقع 23 سالشه. به طور متوسط اسبا بین حالا مثلا 20 تا 27 سال عمر میکنن و از نظر سنی میشه یک مرد 60-70 ساله ما مثلا. ولی ژن برتر رو داره با بعدش برای تولید استفاده میکنیم و خیلی هم بچه‌مون با شخصیت مگر که از باکس بیاد بیرون و کاری انجام بشه. برای کلمه سیلمی رو من اعلام کردم. کلمه سیلمی یعنی اسبی که از نظر ژنتیکی
آزمایش‌های روش انجام شده که بتونه ژن برتر رو برای ورزش و تولید استفاده کنه. ما در طبیعت اسبا خب تو گله ولن، اسب غالب می‌بینیم، ولی اینجا چون تو باکس بسته شدن اسبای چیز هستن. اینی که از اسبایی که ما میاریمش بیرون، ان شاءالله شما ببینید اگه خواستین اکتیو فیلم ازش بگیرید. اسب بغل دستی رو ما اگر نگاه کنید یکی از نژادهای داخلی ایران هستش، اسب کرد و خیلی اسب خوبی هستش. از مشخصه اون اسب‌ها این هستش که دومشون و یالشون تو قول حالا دوم خیلی قشنگه کلگیرش رو پاره خودش زد نه این گرفت بکیدش کن سرش خورد به سرش گرفت یک حرکت کلگیر پاره کرد. خودت چیزی نشدی که نجات انقدر اینا اصلا باهوشن یاد میگیرن، کلشون رو میندازن پشت این بنده که میفته پشت سرشون رو میندازن پشت از تشویق هم میخوای خرابکاری کردی تشویق هم میخوای جانم این حدودا 600 کیلو برداشت ماهی تو نجات برتر کامل اسبا مالکشون بهترشون مربیشون کامل میشه. حتی افرادی که تردد زیادی دارن تو مسیر این کامل میشه. این اسب خوردم که شما میبینید خیلی از اسبای معدود نگارای ایران 600 کیلو اتصالات منظور مفصل‌ها و قاف قلم‌های ساق‌هاشون اینا هست. میان بیرون رخ خیلی خوبی دارن، حرکت خیلی قشنگ دومشون رو پرچم میکنن و خیلی چیزایی. هم اصل شیطونی یه مقدار حضرتش امروز هم میخوام باش برم مسابقه و ان شاءالله که آرزو موفقیت کنیم برم سربلند کنیم مسابقه داره. آره ما بریم اسبای قسمت دیگر هم ببینیم، ماشین‌های تولیدی هم هست. نمیشه نازش کرد دوباره اینا. این چرا میشه نازش کرد؟ یه سوال داشتم. این یه سری تو منطقه طالقان تهران یه گروهی هستن که خودشونو مجزا کردن، نمیدونم اطلاع دارید یا نه. من شنیدم، حالا شما تصدیق و اینا میگن اینا کسایی هستن که اسبای سلطنتی قدیم و ژنشون رو سعی کردن نگه داشتن، اسبایی که متعلق به پادشاه ها بوده. این صحت داره؟ نه ببینید ما انجمن اسب سلطنتی ایران تعدادی اسب رو برای اصلاح نژاد اسبای ترکمن ما وارد کردن، یک تعدادشون که معدوم شدن توسط حالا مسئله اما اینا پخش شدن. من خودم یک اسم رو داشتم، الان تو همین باشگاه نژاد ژن اون اسبایی که وارد شدن. نه گاز نه، این اونجوری نبوده که بگن اسب شاه اسب سلطنتی پدر نه قاب گاز که بگیره که میکنه قشنگ کتفم در اومده، ولی این بازی داره میکنه، اصلا به من توجه کنه، داره خودشو لوس میکنه، مثلا میگه فقط منو حواست به من چش دندوناش رو نشون میده. یک نکته خیلی خوب بگم، اسبا تعداد دندوناشون دقیقاً با تعداد دندونای انسان داره. خب و تعداد دندونایی که جلو می‌بینید اینا فقط برای کندن به خاطر عقب دندونایی که برای آسیب کردن. خب بریم ما اسبای ترکمن و اسبای ماجرا تولیدمون هم ببینیم. بیا منم نازت کنم. بیا دیدم مادر گاز نگیری گوشی دوست دارم. چرا؟ به شما گفتن خیلی خوشگلی؟ گفتن؟ مسابقه مانج تمرین اینجا سوارکارا میان اسباشون رو گرم میکنن، تمرین میکنن، چند تا مانع یک مانع چند بار درست میپرن که اسب گرم بشه، بدنش آماده بشه. بعد که گرم شد میرن داخل مانج مسابقه، اصطلاحاً پارکور میکنن، یک تعداد موانع متوالی رو میپرن و تیم خیلی قوی رو داریم ما میبینیم توی مانش هستن. 4 تا از بهترین سوارکارای استان، مثلا فینگیلی خانم و فینگیلی خانم کوچولو آخه خیلی 7-8 سال 8 سالشه. کدوم
خیلی قشنگ این رابطه‌ای که اسب و سوارکارش داره. من یه دفعه اولین بار که دیدم یه اسب بزرگی بود، این چشه منو میدید من میترسم، خودشو میکشید کنار. این سایره بچه کوچولو داشت 4 ساله بود، از این پفینگی داره رفت پولو ما بودش. خب چناران که تقریبا منقرض شد و متاسفانه تک و توکی بیشتر نمونده و چیز نشده. حالا این که به شما البته نجات درشوری هم هستش، نه من بهتون بگم اینا اکثرا مشخصهای خاص خودشون از نظر فنوتیپ و ظاهر دارن. این چه اینجوری میکنه؟ اون قبیله‌ای که مثلا در هر منطقه بر حسب نیاز خودش رو اصلاح نژادشون کار می‌کرد، اسب‌های شجاع و جسور رو تولید می‌کردن. مثلا ترکمن‌های مشخصه‌ای داشتن که سم‌های ضعیفی داشتن، کردها اتصالات قوی و سم‌های قوی داشتن. در اثر میکس نژادی اینها تیره چناران به دست اومد که نادرشاه انجام داد که باهاش رفت هندوستان رو هم فتح کرد. اتفاقی که افتاد چی بود؟ اون استحکام بافت سمی که اسبای کرد در منطقه‌های کوهستانی به دست آورده بودن، اون استحکام رو نگه داشتن از در اسبای ترکمن نداشتن. ولی باز استقامت اسبای ترکمن ما خیلی قدرتی بودن. ورزشی ترین نژاد اسب خالص ایرانی اسبای ایرانی ما اسب ترکمن. من خودم 4 سال مسئول کارگروه پرش اسب خالص فدراسیون بودم. اسب کرد رو هم پروندم، اسب ترکمن هم پروندم، اسبای مختلف کار کردم. ولی اون چیزی که واقعا جواب میده و مربی‌ها وقت انرژیشون رو میگن اوکی هستش، اسب ترکمن ما. از نظر هوش هم اون فوق‌العاده لجباز هم هست. یعنی باید با یک بچه 4 ساله مدام کلکل کنه. تا بتونه به دست بیاره. من در خدمت هستم. بریم اگر می‌خوایم انرژیشو تخلیه کنه. این فضایی که می‌بینید فضای پادوکتوره. اسب کرد زیبامون هم اومد بیرون. ان شاءالله که موفق باشه تو مسابقه امروز. همون فرفریه. آره. اون مادیونی که شما دارید نازش می‌کنید مادیون ترکمنه. سناشون کمه دیگه، درسته؟ اون 3 سالشه. ارادت مخلصیم. ما نژادهای میکس دیگه هم داریم ولی به عنوان نژاد رسمی ثبت شده نیستن، مثلا دخون هستن یا چیز میکنن، ولی نژاد عمده مثلا ترکمن هستش که زیباترین رنگ‌هاش و بهترین رنگش و محبوب‌ترین رنگ‌هاش همون مشکی هست که مثلا کره ترکمن هستش الان و رنگ طلایی سمن. حالا می‌بینیم رنگ سمن رو هم بهتون میدیم. رنج قیمتاشون چجوریه؟ چند سال نباشه؟ یه اسب ترکمن بسته به هزینه نگهداری و ژنتیکشه. خب شما ممکنه اسب ترکمن 50 تومن پیدا کنید، اسب ترکمن 1 میلیارد هم پیدا نکنید. برای اسب خودم ترکمن طلایی رنگیه و فکر می‌کنم گوشیم اگر با عکسشو بهتون نشون بدم یه رنگ طلایی استثنایی در دنیاست. اینجا نیست؟ نه، رفتشون نژاد برتر هستش برای کشش بردیم برای تولید مثل جای دیگه. اون اسب سناتور رو میگه یکی دیگه؟ نه، یکی دیگه است. سناتور هم الان میارم. اون سناتور یک مد ترکیبی از هم دیگه. عرضم به حضورتون که اینجا آخالتکه هم داری؟ بله. ببینید این است. میشه ما هم ببینیم؟ اونه؟ آره تا 3 میلیارد خریدن. از نگهداریشون مثلا به چه حالت ماهانه؟ به صورت ماهانه هستش. حدوداً به طور متوسط هر اسب ماه 15 تومن هزینه نگهداری. اینه. چه نازه. ما 3 مدل سمندری اینهاش. این 3 دورم قهرمان زیبایی رو. بیا چقدر زیبای خدایی اسب مزیت ترکمن همینه که میشه ما هم ببینیم؟ آقای شوابی. بله بفرمایید. الان ما یک سمند دیگه هم داریم، سمند آلوبینو، اونم جزو گرانترین و بهترین رنگ هاست که ما آقای مهندس صامت هستش مالکیت اون اسب و اونم بریم ببینیمش. الان میگم بیارم. گرون قیمتش هم میشه لطفا کنید. منم یه سمن دارم. منم سمن دارم. همه سمن داریم. لورده؟ حالا اومد ولی ناز نمیداد. خیلی هم میخره.
اسب ورزشی هست و از نژادهای برای اصلاح نژاد، ما مثلا ترکمن میگیم یک نژاد خالص نگهش داشتیم. اسب خانه اصلاح شده ورزشی اینه، این در عقبش شاید از اسبای ما هم استفاده کردن برای اصلاح نژاد. یکی از زیباترین اسب‌ها و بهترین اسبای ورزشی که شاید تو استان گلستان الان باشه این اسب هستش. فوق‌العاده اسب قلدر شیطون، البته سن و سالش هم کمه. و یکی از حرکت‌های خیلی قشنگ بدیم بزن اشکال نداره، بهش فشار نیار، آزادش بزن. بیار سمت ما. کانفورمیشن حالا از وقتی که حرکت کنه شاید قشنگ و زیبا میگیره. اسب زیباست. یکی از اسبای اصلاح نژاد بود، یکی از بهترین هایی که تو استان گلستان اومده. اینا حاصل اصلاح نژادهایی که ما ژن ورزشی میکنیم. نژادهای فراریخته به اصطلاح بهش میگیم وارم بلاد. و این وارم بلاد ترجمه شده میشه خونسرد. این دختر بچه هم به 7 ساله ترکمن‌ها خیلی جنبوری شد، بازیگوشی شیطنت بچه که علاقه دارن. این جایگاه اسب که ما تو ایران داریم چقدر تو دنیا اون جایگاهش کجاست؟ اون اسب رو ببینید آمد اون پشتن خیلی اگر ما در اصل اگر در اصل ورزشی اسبی هم داره فروش‌هاش آره حداقل اگر همچون شما وقتی که ما خیلی خودم باشیم 50,000 برو ما با نرو بیا رباتش پاره شده برو اون ور بشین. نه خوشحاله. خوشحاله داره بازی می‌کنه. آره داره آره خوشحال. الان انرژی عندن بیاد الان جلو سر دست میزنه براتون. بیاد ببینینش. اون پسرم عکس من فرستاد نشون بده اون بعدش تازه شد مثلا سابقه‌اش زیاد نیست. الان بچه‌ها ما رفتن تو مسابقه و همین داریم از این استفاده می‌کنیم. بازم جرأت داره پسرم. جرأت نمی‌کنه، کارش نداره. نه خوشحاله داره بازی میکنه. هدفش آسیب زدن نیست. آها هدفش بازیه. بیارش نزدیکتر. نورالدین. نباید بدون اصلا فرضی فیلم نگه فرضی. یه سری اسبا رو هر کاری میکنن نمیرن. فرضی کارشو به فیلم فرضی. من زیاد دیدم. ما مربی بتونه هندل کنه و مهندسی بگیره. اخیقان حواست باشه. خیلی. بیا جلوتر. کمی بیا جلوتر. بذار سردست بزن اشکال نداره. خوبه. تو این محدوده نگشت. یکی از بهترین نیک‌های ترکیبی ورزشی شده. متعجب شد یه لحظه. گفت چرا جلوی من ایستادن؟ خوشحالیاش ته کشید بچه ما رو دید. خجالت کشید. اخیران اسب پشت سری نزدیک نشد. ما رو نمیدیدیم. مفرشو نگاه چشمشو. خوبه. ببرش داخل باکس. سناتور بیار بیرون. از داخل مسیر بیا ببر میزنم. راه رو باز کنین. مراقب باشه ازش فاصله بگیرین. فاصله پشت اسب قرار نگیرین. ببرش داخل باکس. فاصله اسب بعدی که میخواد بیادش یکی از زیباترین نایاب مشابه این رو 3 میلیون دلار فروختن و اعلام کردن گرونترین اسب دنیا. البته الان اسبای نژاد پروبرد برای کورس تا 20 میلیون دلار هم داره معامله میشه. ولی این ما مشابه اینو که ایران خودمون داریم. متاسفانه روس‌ها اومدن اسب ما رو به اسم خودشون ثبت کردن. این یکی از
در خلاف اون چیزی که تمام اینا دارن با همون عمل کرده. بچه یک از چشاش عکس بگیره. این اسب‌ها در تمام دنیا استفاده شده و حد فاصل ترکمنستان کار مسکو رو با 3 روز بدون آب و خوراک بتونن برن که هنوز هیچ نژادی در دنیا نتونست این رکورد رو بشکنه. آخالتکی و یموت ایران. یموت ایران نژاد ترکمن ما در واقع چیز کردن که هستن که هستش. یه سوالی این رنگش اینجوریه نر و ماده این رنگ اتفاقیه یا هم ژنتیکه؟ در اثر ژنتیک هم هستش، در اثر ترکیب رنگ‌های ژنتیک هم هستش. مستعمر آزاد باز در رفت. یکی از کارهای ترکمن شیطون ماست که اسمش گذاشتن مستعمر آزاد، برای خودش درش باکسشو باز میکنه میدانه بیرون میچرخه بعد میره. ملالیسم هم دارن که نشون بوده مثلا سیاه بشه. این که آلبینو. نه ببین مهر نژاد فریزیان مشکی یک دسته. نژاد ترکمن ما الان جو کره مشکی هم ما داریم. بریم یکی از نایابترین نژادهای دنیا که از چه خطری هم هست ببینیم یا اصلا بگم بیارنش بیرون. نور محمد رفته و یا اصلا وجود نداشته حتی تجربه. اما خب چون تمام ترکیبات فنوتیپ اندام حرکتی و تناسباتشون متفاوت هست با اسبایی که ما می‌بینیم، یعنی جزء رسته اسبا هستن ولی اون اسبی که مثلا ریزه پیزه بخواد باشه نیست. این اسبا همونهایی هستن که در کتیبه‌های هخامنشی در تخت جمشید شما توسط حالا معماران داریوش کتیبه‌های تخت جمشید اومده و خیلی جای دیگه شما می‌بینید تناسبات خاصی دارن. چیکار کردی سلطان؟ بی خطا؟ بدون خطا؟ مبارکه. این همون اسب کرد خوشگلی بود که ما بهشون گفتیم. نه اسب کرد نه نژادشون اسبای کرد معمولا این حالت دارن، دومشون رو پرچم میگیرن، دومشون رو بالا میگیرن و ما رو سربنا کرد، سربلند کرد. این از فینگلی ما کوشش سلام این قشن بالغ فینگلی خانم خیلی خوبه. این از همین که شما می‌بینید قدرتش از این اسبای بزرگ هم برای الان این نهایت روز اینا شاوی واقعا قدشون همینه دیگه اسب ولی قدرتش از اون بیشتره. از نظر ببین متناسب با وزن و حجم اینا چیکار می‌کنه؟ چربی میگیره و این پوست و مو ضخیم‌تر میشه مقاوم بشن برای به قول معروف سرما و در گرما با این پوستا مثل چرم براق میشه. حالا مثلا نکن اون الان هنوز پشمام نشده، علتش اینه هستش که دخالت انسان درش کار میکنه، اون اسب کورده که در شکل اکثر پستاندارا این ویژگی دارن. شکلت خوشگله چی مال خودته؟ کی گفته مالته؟ اتاقی دعواش یه بار شهرتون این همونی که نشسته بود که شهریه ببینم چیه هم میتونیم ما بفهمیم این تا چیه؟ چشاشو بزنید تا چیه؟ چند تا عکس خوشگله بس بگی اما این چیزی عکسی از من مریم مینا یک بگی خیلی من از همون اول فقط توسعه گرفتم اینه این دوربینه میدیم ولی این موف نمیخواه میره اونجا ببین با ترین وایستا قشنگ روز خرابش نکن نه سر بیار بالا بچه بیا بالا سرش بالا نمیاره بیا بالا قد تو باید کوچیک کنی یک دست قدش هم داره کوچیک تو نه ترس چشش ببخشید از هم خوردی چشش چی کار میکنی شما دوتا با این بچه؟ نکن دیگه آقا تو پورش کردی آقا اذیتش نکن یه دونه بچه خوشگل داشتیم رو زدی پورش
بیا بالا نوازشی خوشحالی بعد از گل. چرا اینجوری کرد؟ خوشحالی بعد از گل. طبقات هستش که مثل همین میان سوارکارا به ترتیب حالا اون همین که هستش اون رو گرم میکنن، آماده میشن، میان داخل مانش، ادای احترام میکنن به جایگاه داوران و مسیر خودشون رو بعد از صدای زنگ شروع میکنن. 40 ثانیه وقت دارن شروع کنن که این سوارکار قبلی پرنسس خانم بهترین عملکرد رو انجام داد و از زمانش استفاده کرد، اسبشو در شیطونیایی که داشت انجام داد برد تو مسیر خودش انجام داد، از نقطه شروع کرد، موانع رو با فواصل مختلف انجام داد. یک حرکت کوچولی مربیش گفت اینجا رو 6 گام دادم 7 گام زد، ولی اسب با تجربه در آورد و مسیر رو بی خطا طی کرد. مسابقه امروز هم تمرین امروز هم تموم شد و عرضم به حضورتون که این هیجان آنچنانی برای ما پرشکارا داره که برای این تمرکزی که هستش این قسمت ما دوست داریم، چون تماما محاسبات ریاضی، برعکس اینکه میگن سوارکاری نشستی رو هست، نه، هر کسی میگه امتحان کنه میزان کالری که میتونی، میزان تحرکی که داری از شست پا تا موی سر و اینکه تو باید یه هوش خیلی سرشاری داشته باشی. چرا؟ هم تیمیت موجود زنده‌ایه که مثل ما قدرت انتخاب، اختیار و تصمیم گیری داره. ما و اسبمون، مربی یک سه چیزا رو آموزش میده، کار میکنه، اسب رو کوک میکنه، ولی در نهایت اون سوار و اسب تو میدون هستن و اون هیجانش اونجاست که عملکرد سوار، مربی، اسب مشخص میشه. خوشبختانه امروز بچه‌ها، حالا ما درگیر بازی شدیم ولی بچه‌ها همونجوری که من شنیدم همشون تو تمرین موفق و عالی بودن. ان شاءالله مسابقه بعدی که در سطح استان برگزار میشه این تیم قوی و خوب داشته باشن. آقای گرامی هم از پیشکسوتان سوارکاری استان و خب تشریف ببرین کافی شاپ، یه پذیرایی هم از اونجا در خدمتتون باشیم و بسیار ممنونیم آقای شعبی. دید که تو جنگ با اینا ضعف اسب دارن، اسباشون قوی ترن، قدرتشون بیشتره و عرض به حضور به خاطر اینکه اسب‌های چینی ضعیف‌تر بودن توی رقابت‌ها، یعنی ضعیف‌تر بودن می‌باختن جنگ‌ها. دلیل اصلی باختشون اسب بود. تا 130-40 سال پیش از میلاد کلاً چین درش رو به دنیا بسته بود. یعنی احساس می‌کرد که بیرون از این دیوار ترس جنگ، شن و غبار و طوفانه و نمیشه رفت اینجا. این امپراتوری آقای هان دستور داد به یکی از افراد خیلی زبده خودش که بره به سرزمین‌های غربی برای پیدا کردن اسب. اینا یه سفری رو شروع می‌کنه، یه سفر 13 ساله، یعنی 13 انتظار 13 سال طول بکشه، خب 13 سال طول می‌کشه. تو مسیر اسیر میشه و گرفتار میشه و در نهایت میرسه به دره فرغانه. دره فرغانه میشه بین قزاقستان و ازبکستان و ترکمنستان، شمال افغانستان میشه شرق شرق ترکمنستان و در واقع سمرقند و بخارای مال ایران بود. دقیقاً این داستان مصادف با دوره اشکانی ما. بعد میرسه به دوره اشکانی ما و اون زمان چین ابریشم داشت. ابریشمی که کل دنیا بعد از اینکه با چین آشنا شدن مجذوب خریدن ابریشم شدن. این شخصی که فرستاده چین بود لباس ابریشم همراهش تنش بود و چیزی که اونا رو جذب میکنه لباس ابریشمه و چیزی که چین رو جذب میکرد اسب‌ها بودن. آقای گرامی به این واسطه جمعیت تاول ندیده بود. اصلا بچه حالا یکی از خوشبختانه یک نفر دیگه مثل که یک مسیر دیگه هم باید بره. بعد رابطه چین با شرق با غرب آغاز میشه، با امپراتوری ایران با اروپا و چین ابریشم رو عرضه میکنه به دنیا و اسب رو میگیره که یه ارتش خیلی قوی‌تری داشته باشه برای مقابله با شمالیا که هم سرزمین‌های مغولی میشه. بعد راه ابریشم استارتش به خاطر جستجوی اسب توسط امپراتوری چین شکل گرفت که میشه گفت میگه سری میگن جاده ابریشم، یه سری میگن راه ابریشم، ولی چون خیلی سری جاهاش مسیرها دریایی میشد نمیشه گفت جاده ابریشم، همون راه ابریشم درسته. این ارتباط راه ابریشم و اسب و خود ابریشم واقعا قبل از این عالی ما اضافه
علاوه صحبت ایشون چند تا نکته دیگه هم بگیم. در این پروسه بهبود اسب‌ها برای جنگ‌ها خب اشکانیان بنیانگذارش بودن. مغول‌ها اسباشون که به اسم منگولی یا یابو اگر شنیده باشین آوردن در زمان به قول معروف کشورگشایی جهانگشایی تیمور لنگ، میان به قول معروف در ایران اسباشون رو ول میکنن، اسبای ترکمن رو می‌دارن و متاسفانه نژاد خیلی ضعیفی هم هستن ولی خب حالا آموزش شدن با خیلی از نژادهای ما. اما هنر نهایی اصلاح نژاد رو نادرشاه افشار انجام داد که اسبای ترکمن و کرد رو و عرب کرد رو در واقع میکس کرد با هم دیگه. اسب استقامتی فوق العاده قوی بود که توسط اون تونستش هندوستان رو فتح کنه. داستان کوهنور رو دریای نور هم که همتون میدونید دیگه، اون رو برمی‌داره و خیلی خیلی مفتخرم که امروز من در خدمت شما بزرگواران بودم. لذت بردیم از یعنی اسب‌سواری رو بدون رکاب انجام میدادن و حساب کنید این زمان که دنیا رو فتح می‌کردن با اون اسبا بدون رکاب بودش. بعد از اسلام هستش که رکاب اختراع میشه و روی اسب قرار میگیره. کل دنیا رو بدون رکاب فتح می‌کردن. بالاخره یه پتوی چیزی که پتو نه، رکابی که رکاب اون چیزی که پاتون میذارین باعث وسیله کمکیه که الان یک وسیله کاملا علمی شده. یعنی انقدر علم ارگانومی در صنعت سوارکاری ورود کرده که شما روز به روز می‌بینید ما خودمون هم واقعا باید مدام آپدیت بشیم وگرنه سورپرایز میشیم با ابزارهای جدید که میاد و هر لحظه یک ترکیبی از نشست دین، بالشتک‌های دین، رکاب‌های مختلف، جنس رکاب رو میگم انقدر اینا میشن کار میکنن که واقعا ما لذت میبریم از این مسئله. دستتون درد نکنه. تشکر. مجموعه گردشگری شمال ایران در فرهنگ‌های ورزشی. خب اینجا ما به نوعی داریم میریم به سمت یک موزه زنده اسب. خارج از اینکه رو بحث‌های ورزشی دیگه مثل پیکلبال، بسکتبال و تنیس کار می‌کنیم، تمرکز بیشتر ما رو بحث اسب هست و خدماتی که رو بحث اسب. خدمت خانم حسنی هم اعلام کردم مجموعه اقامتگاه هم داریم. تصاویرش فرستادم و در پیج ما تصاویر اقامتگاه هست. ظرفیت 18 الی 25 نفر رو داریم که کار برای شما خوبی باشه. سوالی کردن که از دوستان در خصوص اینکه ما برای استفاده از مجموعه در حال تور به چه صورت خواهد بود، ما به این صورت و به این لول کار میکنیم که غالبا طبق دستورالعمل‌هایی که شرکت حالا بالاسری ما به ما ابلاغ کرده یه ورودیه به ازای هر نفر میگیریم. این ورودیه یه ورودیه تعریف شده است که بسته داره که چه امکاناتی رو لیدر از ما میخواد. فرض بعضی لیدرها میگن که اون قسمت از امکانات به صورت انتخابی باشه که فرض کسی میخواد سوارکاری تفریحی انجام بده، جزء آپشن‌های تور نیست. ورودی اولیه دریافت میشه، میاد داخل، خدمات مثل همین توری که امروز شما دیدین براتون برگزار میشه. بعد افرادی که مثلا میخوان از کافه استفاده کنن، میخوان از سوارکاری تفریحی استفاده کنن، حتی سوارکاری آموزشی استفاده کنن، بسته به تعرفه‌ای که ما بهتون اعلام میکنیم به توریستاتون اعلام میکنیم و میتونن از این قضیه حالا بهره ببرن. این و قیمت‌هاش هم متفاوته. این قیمت‌هاشو مطابقاً با ما در ارتباط باشیم، ما بهتون قیمت هر لحظه رو میدیم و هر موضوع رو بهتون میدیم. موضوع اقامتگاه هم همینطور که میتونیم حالا در خدمتتون باشیم و طی سال‌های گذشته دوستانی می‌آمدن و از این موضوع استفاده می‌کردن. دقت داشته باشید اینجا مرکز در از مطالعات، تولید و پرورش اسب خالص ایرانی که آخالتکه و یموت هست آن داره کار میشه. یه کار آکادمی هست که با دانشگاه داریم انجام میدیم رو بحث ژنتیک اسب داریم کار میکنیم، کاری که باید سالهای سال پیش انجام میشد اما الان اخیرا ما استانوش زدیم. در واقع بحث اسب حالا تحت عنوان اسب ترکمن میگن، اسب اصیل ایرانی، اسب خالص ایرانی که ما حالا به شکلی شما دیدید، اسب کرد رو دیدید، اسب ترکمن رو دیدید. یا کنید اسب ترکمن در محدودیت جغرافیایی
فرض ترکمنستان، تاجیکستان این قسمت قرار گرفته. حالا اصلا دشمن اسب ترکمن و حال دیگه رو این موضوع داریم ما کار میکنیم و بیشتر و خیلی سال‌تر از این اسب استفاده کردن. من استاد شهابی فکر کنم توضیحات لازم داره. به فرض اسب پروبریتی که از مشهورترین اسب‌های دنیا که در کورس استفاده میشه، نسلش از اسب ترکمنه که به نام ترکمن ما امروز میشناسیم هست و امیدواریم که بتونیم این اسب خاص رو بهتر معرفی کنیم. شما وقتی مهمان میارید و به عنوان تور میارید اینجا، در واقع هدف اصلی ما بازدید از این موزه طبیعی هست. اسبایی که در نژادهای مختلف شما دیدید که 4 نمونهش ما امروز به شما نشون دادیم. این تعداد رو داریم بیشتر میکنیم و تعدادی هم بود که بهتون نشون ندادیم. حالا حوصله جمع شاید نبود و شاید نیاز هستش که مثلا در دوره بعدی اگر اشکال دقیقتون هستیم نژادهای دیگه رو بهتون معرفی میکنیم. مثلا یکی از بیشترین اسبایی که ما اینجا داریم اسب دوخون هست. آیا شاید دوخون معرفی کردی؟ در حد مختصر مفید و چون اون 4 نژادی که در میکنه با ها و ترک و ترکمن صحبت شد دیگه لورد هم که قرنمایی کرد ذهن و هوش همه رو برد و دیگه خیلی خواستان ندید. دوستان یه برگه مختصر آماده شد. نحوه ارتباط با ما هست داشته باشید. اگر دوست داشتید در ارتباط باشید. من ادمین پیج مواردی که باشه مهم باشه حتما به من اطلاع میده. یعنی من پیج هم تحت کنترل هم هست میبینم. نیاز به ارتباط بود حتما اشاره کنید تا این موضوع و این حضورتون به امروز اشاره کنید. ما حتما باهاتون راحت در ارتباط هستیم. شماره تماس هم هست و همین شماره تماس و تلگرام و